بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما عزیزان بزرگواران و عید گذشته را نیز به شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که عبادت خوب و ماه پربرکتی داشته باشیم با هم و بتونیم همچنان در مسیر راه و عبادتی که از رمضان شروع شد ادامه بدیم این مسیر را و بتونیم واقعا از این بهره برای تمام مراحل زندگیمون استفاده بکنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت خدمت کارشناس برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بندم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و ارجمند سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی و بینندگان خواهم بود. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، همونطور که مستحضر هستین ما از چندین راه میتونیم سوال شرعی شما را دریافت کنیم، از طریق SMS، از طریق تماس تلفنی، از طریق پیام های صوتی که میفرستین و از طریق واتساپ که میتونین با ما در تماس باشین و سوال شرعیتون را مطرح کنین که طبق روند همیشگی از طریق از سوالای SMS برنامه را آغاز میکنیم. جناب مولانا بیننده پرسیدن که آیا میتوان روز عید یعنی خود روز عید را به جای یکی از 6 روز مستحب به ماه شوال روزی گرفت و آیا این عمل از سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. روزه گرفتن روزه های عید را یعنی عید فطر و عید قربان را و همچنین ایام تشریق را و 3 روزی را که بعد از عید قربان هستند، روزه گرفتن این روزها از نظر شرعی جایز نیست، حرام هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم این روزها را به عنوان روزهای شادمانی و روزهای خوردن و آشامیدن معرفی فرمودند و روزه گرفتن در روز عید نه به عنوان قضا جایز هست و نه به عنوان 6 روز رمضان به هیچ عنوان جایز نیست. یعنی روز اول شوال را که روز عید هست روزه گرفتنش از نظر شرعی حرام هست و بعد از این روز جایز هست. روز دوم، روز سوم تا آخر ماه شوال شما می توانید که روزه بگیرید. اما من توصیه این هست که امسال که گذشت و بهترین است که حتی در روزهای اول عید یعنی 2-3 روز اول عید که معمولا مردم دید و بازدید دارند، خونه دوست و آشنایان می روند یا خودشون در خانه مهمان دارند، مناسب تر این هست که این روزهای شوال را یک مقدار به تأخیر بیاندازند تا اینکه حداقل کسی که خونه شما میاد به عنوان مهمانی این انتظار رو دارد که شما هم باشه سر سفره بشینید، یا وقتی که شما خونه کسی میروید انتظار دارد که شما یک چیزی رو از سفره ایشان تناول بفرمایید. به خاطر این مناسب تر این است که در روزهایی که شما دید و بازدید دارید، مهمانی میروید یا کسی مهمانی خونه شما میاد، این روزها را نگیرند و بعدا روزه بگیرند. این اولاتر و بهتر است. بله، هیچ گونه ثوابشون هم کم نمیشه، تأثیری رو هم نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، کسی که رمضان رو روزه بگیرد و بعد از آن 6 روز از شوال را یعنی کل ماه شوال این فرصت رو شما دارید که 6 روز از این ماه رو روزه بگیرید و هر کسی که این 6 روز را روزه بگیرد همراه با ماه مبارک رمضان گویا که کل سال را روزه گرفت. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که من قسم‌های زیادی را با آگاهی خوردم و گمان نمی کنم که بتوانم کفاره آن را به جا بیاورم. در این مورد حکم شرعی آن چیست؟ در مورد قسم هایی که خورده می شود 2 مطلب هست و 2 نکته رو ما باید مد نظر داشته باشیم.
یک سری قسم هایی هستند که لغوند، بیهوده هستند، یعنی اصلا منعقد نمیشوند و نیازی به کفاره هم ندارد و گناهی هم بر انسان مترتب نمی شود. قسم لغو یعنی اون چیزی هست که بدون اختیار شما قسم میخورید. لفظ جلاله الله را به طور مثال والله را، بالله تالله را که به عنوان جمله قسمی هستند، اینها را شما بر زبان می آورید. منتها هدف شما قسم خوردن نیست. شما با عزم و اراده قسم نخوردید و نام الله را بر زبان نیاوردید، بلکه به عنوان یک تکیه کلام هست. یک تکیه کلام هست که مردم معمولا این رو بر زبان می آورن. والله از فلان جا اومدم، والله فلان کار را کردم، والله فلان کار را خواهم کرد. اینها در واقع قسم شمرده نمی شوند. این قسم منعقده ای نیست. از تعبیر فقها این قسم لغو هست. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. قسم هایی را که لغو هست و بدون هدف و بدون ناخواسته شما در واقع اونها رو بر زبان آوردید، اینها رو الله متعال از شما مؤاخذه نخواهد کرد. منتها قسم هایی را که دیده و دانسته هست، شما با عزم و اراده خودتون قسم خوردید و هدفتون هم قسم خوردن بوده، لفظ جلاله رو بر زبان آوردید و سوگند خوردید، این قسم منعقده هست. شما قسم خورده بودید که فلان کار رو انجام میدهید و انجام ندادید، قسم خوردید که فلان کار رو انجام نمیدهید و برعکسش انجام دادید. این قسم خوردنتون از روی عزم و اراده بوده، به خاطر تکیه کلام نبوده. وقتی که چنین قسمی را خوردید و قسمتان را شکستید، باید کفاره آن را تا حد الامکان پرداخت بکنید. اگر کسی قسم های زیادی رو خورده عمدن هم قسم ها رو یا عمدن یا سهوا به هر صورت در واقع قسم هایش رو شکسته، باید کفاره اون قسم ها را تا حدی که ممکن هست ادا بکند. یعنی این که برده‌ای که امروزه وجود ندارد به 10 مسکین غذا بدهند یا به 10 مسکین لباس بدهند و اگر نمیتواند غذا یا لباس بدهد به جای هر قسمی 30 روز روزه بگیرد. این تا حد الامکان هست. شما تا جایی که برایتون میسر هست و توانایی دارید این کفاره رو در واقع بدهید، یعنی به مساکین غذا بدهید و حتی همین صدقه رو که میخواهید بدهید به همین نیت بدهید و به همین نیت به فقرا غذا بدهید یا لباس بدهید، یا حتی روزه هایی رو که میگیرید به همین نیت، به نیت کفاره قسم هایتون انشالله روزه بگیرید. امیدواری هستیم که انشالله که شما بتوانید که از این عهده این کفاره ها بر بیایید و بالفرض اگر نتوانستید بازم گناهی برگردن شما نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند هرگاه من شما را به یک امری دستور دادم فأتوا منه ما استطعتم، تا جایی که میتوانید بر آن عمل بکنید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. واقعا اگر انجام یک کاری از عهده شما بیرون بود و نمیتوانستید انجام بدهید، انشالله که الله متعال همون توبه شما را میپذیرد و از شما در خواهد گذشت. انشالله. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و همچنین شنوندگانی که از طریق رادیو پیام اسلام شنونده برنامه ما هستن میتونن با شماره تلفن 2044 127 993 2021 2044 127 993 2021 تماس بگیرن و سوالای شرعی را مطرح کنن. بیننده بعدی پرسیدن اگر فردی به مدت 1 سال یا بیشتر یا کمتر هیچ غسلی انجام نداده باشد، هم غسل حیض و هم غسل بعد از همبستری، باید چه کار کند؟ آیا غسلی است که بتواند به جای آن غسل ها انجام بدهد یا از الان و بعد بقیه غسل هاش انجام بده؟ درسته؟ چه کار باید کرد؟ در حالت ماهیانه و حیض و همچنین در حالت جنابت دو حالتی هستند که در این حالات از نظر حکمی انسان در واقع نجس هست. از نظر حکمی، نه اینکه در واقع بدنش نجس هست، بلکه یک حکم شرعی هست، بدین معنی که باید طهارت حاصل بکند. یعنی این که طهارت ندارد و باید طهارت حاصل بکند و طهارت حاصل کردنش هم با غسل هست که الله متعال دستور داده که فطهروا، یعنی زنان بعد از این که عادت ماهیانشون تمام می شود باید غسل انجام بدهند و همچنین مردان یا زنان در وقتی که در حال جنابت هستند برای پاک شدن حتما باید غسل رو انجام بدهند و در حالت جنابت یا در حالت حیض یا نفاس هیچ عبادتی از انسان به طور
مثال عبادت نماز و عبادت هایی که نیاز به طهارت دارند پذیرفته نخواهد شد. یعنی این که انسان باید در اولین فرصت بعد از این که عادت ماهیانهش تمام شد یا بعد از جنابت در اولین فرصت باید غسل بکند تا اینکه بتواند که عبادت هایی رو که الله متعال بر اون فرض کرده این عبادت ها رو انجام بدهد. اگر کسی غسل نکرده، اون گونه که در سوال این بیننده عزیزمون اومده، معنیش این است که ایشون از حکم شرعی تا حالا اطلاع نداشتند که در واقع بعد از عادت ماهیانه زنان باید غسل بکنند یا بعد از همبستری جنابتی طاری می شود و برای رفع جنابت باید غسل بکنند، چون این حکمی رو نمیدانسته. از نظر شرعی انشالله که معاف هست گذشتهش، بر شما گناهی نیست زیرا که این حکم رو شما نمیدانستید. اما از این به بعد باید طهارتتون و غسلتون باید سر وقت باشه و عبادتی رو که الله متعال بر شما مقرر کرده من جمله نماز رو سعی بکنید که انشالله سر وقت بکنید. اما گذشته ای که نمیدونستید یا غسلی رو انجام ندادید یا نمازی رو کلا تارک نماز بودید یا نمازی رو میخوندید منتها بر اساس همون باور خودتون که بدون غسل جنابت و حیض نماز میخوندید، انشالله که آنها رو الله متعال از شما در میگذارد و اما از این به بعد حتما باید غسل جنابت و غسل حیض رو انجام بدهید و نماز و عبادت های دیگر رو انشالله سر وقت انجام بدهید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا کسی که خیانت بکنه به شوهرش ولی بعد پشیمان بشه و توبه بکنه، خدا توبه او رو میبخشه یا نه؟ و آیا در روز قیامت اون رو با شوهرش رو در رو میکنه یا نه؟ این خیانت قبل از این که خیانت به شوهر باشه، خیانت به الله متعال هست و جز مواردی هست که الله متعال در واقع هر گونه ارتباط با فرد نامحرم رو حرام قرار داده و شکستن حرمت دستورات الله متعال هست و بی حرمتی به الله متعال و همچنین خیانت به خود فرد هست قبل از اینکه خیانت به شوهر باشد. و هر گناهی رو که انسان انجام بدهد بدون هیچ گونه استثنایی، هر گناهی رو که انسان انجام بدهد چه در مورد حقوق الله باشد یا حقوق بندگان باشد، اگر صادقانه توبه بکند انشالله که الله متعال توبهش را قبول خواهد کرد و همان گونه که الله متعال در دنیا گناهان را پوشیده انشالله که در قیامت همین گناهان را خواهد پوشید. اگر کسی توبه صادقانه ای را داشته باشد و دعا بکند که الله متعال در روز قیامت این گناهش را همان گونه که در دنیا پوشیده و در روز قیامت هم بپوشاند، انشالله که الله متعال دعاش را قبول میکند و همون گونه که در دنیا رازش را حفظ کرده در روز قیامت هم انشالله رازش را حفظ میکند. و در روایتی هست که الله متعال در روز قیامت با تمام افراد سخن خواهد گفت، یعنی تمام بندگان خودش را به صورت نجوا و دو نفری با همدیگر صحبت خواهند کرد. الله متعال میفرماید که ای بنده من، یادت میاد فلان گناه، فلان و فلان و فلان گناه رو تو انجام دادی در دنیا؟ میگه بله پروردگار من یادم هست این گناه ها رو انجام دادم. الله متعال میفرماید که همان گونه که این گناهان را در دنیا من برای تو پوشیدم و راز تو را نگه داشتم، امروز هم در قیامت تو را خواهم بخشید و اینها رو برملا نخواهم کرد. قطعا الله متعال ستار هست، غافر هست، یعنی این که گناهان را میپوشاند هم در دنیا و هم در آخرت. لزومی نداره که شما این مسئله رو تعریف بکنید با کسی، نه با شوهر و نه با کسی دیگر. همین که بین خودتون و بین خدای خودتون توبه کردید و صادق هستید در توبه خودتون، انشالله این کفایت میکند و هیچ گونه ارتباطی رو از این به بعد با افراد نامحرم نداشته باشید و انشالله که زندگی شما یک زندگی سعادتمندانه باشد. امیدوار باشید به رحمت الله متعال. اگر الله متعال از شما صدق و صداقت و راستی ببیند، مطمئن باشید که الله متعال هم گناه شما رو میبخشد و همین که در دنیا و آخرت آن را خواهد پوشید. انشالله. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان وصله. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. من از شنوندگانی که از طریق رادیو پیام اسلام میخوان تماس بگیرن دوباره شماره را تکرار میکنم. شماره 2044 127 993 2021 این شماره است که میتونید تماس بگیرین و سوالای شرعیتون را مطرح کنید. ظاهرا تماس ها نظام دارید، مشکلی پیش اومد که تماس قطع شده. دوباره سوال SMS برنامه را ادامه میدیم.
بیننده بعدی پرسیدن که بعد از خواندن نماز جمعه آیا باید 4 رکعت نماز فرض را نیز بخوانیم یا نه؟ در مواردی که مردم در شهرشون نماز جمعه برگزار میشه و نماز جمعه میخونند، یعنی اینکه مسجدی هست و جماعتی هست و کسی هست که نماز جمعه رو براشون بخونه و خطبه بخونه، همان نماز جمعه کفایت میکند. یعنی این که فرضی که شما در روز جمعه در ظهر جمعه انجام بدهید همان نماز جمعه هست که 2 رکعت هست به اضافه 2 تا خطبه‌ای که همراه با اون هست و لازم نیست که نماز ظهر را بخوانید. در روز جمعه نماز ظهر همان نماز جمعه هست و نماز ظهر به عنوان یک فرض جداگانه بر شما فرض نیست. برخی از جاها در واقع نماز جمعه نماز فرض ظهر را به صورت احتیاطی میخونن. ما چون این چیزی رو نداریم که احتیاطی بخونن. شما در عبادت خودتون باید قصد و نیتتون 100% باشد. 2 تا رکعتشون نماز شما خوندید به عنوان نماز جمعه امروز و بر شما در هنگام ظهر در ظهر روز جمعه همین 2 رکعت فرض هست و بیشتر فرض نیست. اما این که شما به صورت متردد باشید و شک و شبهه داشته باشید که نمیدونم جمعه من قبول می شود یا ظهر قبول هست، من نمیدونم که نماز جمعه بر من فرض هست یا نماز ظهر بر من فرض هست و هم ظهرتون رو با تردد در نیت میخوانید و هم این که نماز جمعه رو با تردد در نیت میخوانید، این از نظر شرعی و با توجه با اصول فقهی که در این مورد هست به سازگاری ندارد. شما نماز جمعه رو خوندید به عنوان ظهر امروز، به عنوان نمازی که در ظهر امروز برگردن شما فرض هست، پس بنابراین همون جمعه ای را که خواندید برای شما کفایت میکند و نیازی نیست که شما 4 رکعت دیگر به عنوان نماز ظهر بخوانید. نماز ظهر احتیاطی ما نداریم و فقهایی هم که در واقع فتوا داده باشن شاید در این زمینه که بعد از نماز جمعه در جاهایی که مشکوک هستند که نماز جمعه قبول می شود یا قبول نمی شود 4 رکعت ظهر احتیاطی بخونن، اونها هم در واقع اون اصول شرعی رو در این زمینه که من جمله این مورد رو که انسان باید یقین داشته باشه و در نیت خودش و تردد نداشته باشه، این نکته رو در نظر نگرفتن. وقتی که شما نماز جمعه رو در یک جای خوندید، ولو اینکه 5 نفر باشید 10 نفر باشید، در یک مسجدی در یک شهری یا روستایی نماز جمعه رو خوندن، به عنوان نماز جمعه از اونها قبول می شود و نیازی نیست که بعد از آن نماز ظهر را بخواند. جزاکم الله خیر. ان شاء الله مشکل حل شده باشه و اولین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم یه سوال داشتم از جناب. بفرمایید. سوال شهریتون؟ بله. آیه 44 سوره اعراف، بله، که آیه 44 سوره اعراف می‌فرماید و نادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. اینجا بعد توی سبب نزولش داره که کشتگان مشرکان بدر را پیامبر در چاهی که می‌افکندند، پیامبر با ندای کوبنده‌ای خطاب قرار دادن که ای ابوجهل، ای ابوجهل بن هشام، ای عتبه بن ربیعه، آیا آنچه را پروردگارتان به شما وعده کرده بود راست یافتید؟ حضرت عمر رضی الله عنه گفت یا رسول الله، شما گروهی را مورد خطاب قرار می‌دهید که گندیدند. رسول خدا فرمودند سوگند به خدایی که جانم در ید قدرت اوست، شما با آنچه من میگویم نسبت به آنها شنواتر نیستید، ولی آنها نمیتوانند پاسخ دهند. در جای دیگه هم داریم قرآن که میگه فرماید که ممکنه آنها بشنوند ولی نمیتونن جوابتون بدن. خواستم ببینم که آیا اموات میشنون و شنوا هستن یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ سلام. نه سلام فی محمد شما جد. سلام علیکم. تشکر میکنیم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم، رحیم الله هستم از آلمان و تماس شدیم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم راجع به نکاح. بفرمایید. چقدر وقت پیش همراه یک مسیحی نکاح کردم و
یک رفیق ما آمد همینجا نکای ما را بسته کرد و برای شاهد یک نفر رفیق دیگه ما را زنگ زد به خاطر شاهد و بعدا خودش همچنان نکای ما را بسته کرد و شاهد شد. آیا این نکای ما درست است از نگاه اسلام یا نه؟ یعنی اون زن ولی کسی نداشت؟ نه هم خود کسی که همو نکای ما را بسته کرد هم ولی شد هم شاهد. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر. خواهش همین میکنم. سوال است. جزاک الله خیر. الله حافظ. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. میبخشید سوالی داشتم خدمت بفرمایید سوالتون. میبخشید من از پینانسال میزنم. گفتم ببینم یه خانمی ازم سوال کرده، من از این ورا از هر کی میپرسم یه جواب خوبی بهم نمیده. میگه اون زن تقریبا 33 سال پیش مسافر بوده، تو وسط رفتن مسافر دیگه هم که باز بودن، اون تنها مونده تو ماشین با راننده از خدا بیخبرم. اون زن سنی بوده، راننده هم که بوده. به محض اینکه این مسئله رو شنیده رفته توی باغ، اون زنم تنها بوده، خیلی مریض بوده، خواسته از توی سری به سر دیگه بره. به محض اینکه اینو فهمیده به زور فکر کنم اون آقا هم گفته من قبلا برادرم تو کردستان کشته شده به دست کرده، از اون زن به زور اونو میبره توی باغ، معذرت میخوام چند بار به تجاوز میکنه. بعد از اینکه اون زن میفهمه خیلی داد و هوا و قرآن و خدا و پیغمبر میاره، میگه اون موقع که شما برادر منو میکشتید مثلا نمیفهمیدید که مثلا به قرآن و خدا و پیغمبر اهمیت نمیدادید، الان من اینجوری بهت اهمیت نمیدم. بعدا خدا حامله میشه، بعدا که حامله میشه هر کاری میکنه این بچه نمیشه، خلاصه بچه هم به دنیا میاد، نخواسته دوچار زنا میشه. بعدا نخواسته دوچار زنا میشه، بعد اون بچه هم مثلا هر کاری میکنه نمیفته، بچه هم به دنیا میاد. دوباره حالا نخواسته یه جورایی به بچه چیزی میده، اونو چیز نمیکنه، بچه هم میمیره. حالا هم قتل کرده هم زنا کرده. نمیدونم حالا این میگه من چیکار کنم، خدا منو ببخشه نمیبخشه. میگه حالا بهم سنگسار هر چیزی که بگن من قبول میکنم، ولی هیچ که اینو نفهمیده دیگه، فقط خودش رو من فهمیدم این قضیه رو. درست. سوال دیگه هم هست یا این سوال بود فقط؟ انشالله پاسخ این دریافت میکنیم. تشکر میکنیم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. یکم لطف کنید صداتون رو بلندتر کنید که صدا خیلی پایینه. استاد یک سوال داشتم. در خدمت شما هستیم. همه وقتی که نماز میخونید در این رکعت اول سوره فاتحه رو با اعوذ بالله سر کردن در کار، در دیگر رکعت ها رو هم اعوذ بالله گفتن در کار نه. بعد دویم سوالی ما که در شخصیت ابو علی ابن سینا چه آدم بود و مسلمان بود یا که کافر؟ ابو علی سینا ابو علی ابن سینا هر خیلی شخصیت های ما هر خیلی گپا میگن اگه شما ما رو میفهمونده خدای تعالی شما رو که نماید. درست. ابو علی ابن سینا. درست. سوال دیگه هم هست؟ خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. علیکم. قبلا صحبت می‌کردم درباره نماز جمعه. در مورد همین رکعت فرض نماز تصبیح بدید که با قیام رکعت سنت کنید. بخشین صداتون واضح نیست برادر گرامی. یکم بلندتر صحبت بکنید و شمرده تر. همین درباره نماز جمعه قبلا نماز جمعه. نماز جمعه داره. بله. همین دو فرض است. همین ده رکعت سنت. صداتون داره قطع وصل میشه، اگه لطف کنید دوباره تماس بگیرین.
چند دارن خط خرابه، یعنی تماس شما. تماس بعدی بس کنین. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام، مریم علیکم هستم از السلام. ایران. در خدمت شما هستیم. وقتی یه سوال داشتم میخواستم بدونم آیا این حدیث صحیحه که هر کس سوره بقره بخونه شیاطین بدون خونه بیرون نمیتونن درستش کنن؟ میخواستم بدونم اگه این سوره بقره اگه این سوره میخواستم بدونم این سوره باید چقدر بخونیم، چون سوره بقره 3 جزء نمیتونیم همش با هم بخونم. ممنون میشم جواب بدید. درست. انشالله بعد از برنامه پاسخ دریافت میکنیم. یه سوال دیگه هم داشتم. بفرمایید. آیا این درسته که میگن روز عید تا وقتی که از نماز عید بیرون نیومدن اگر کسی چیزی بخوره به اندازه چند سال ثواب داره؟ آیا این درسته؟ ممنون، جزاکم الله خیرا. خدا نگهدارش. خسته نباشید. سلام باش. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. و علیکم السلام. در خدمت شما السلام هستیم. علیکم خدمت استاد مولانا صاحب عبدالقدوس و شما برادر عزیز. علیکم السلام آقا خالد عزیز، در خدمت شما هستیم. زنده باشی. گرچه عید سعید فطر گذشته بازم بله. تبریک خدمت شما بر شما نیز مبارک باشه. زنده باشی. سلام باش. استاد محترم چند تا سوال داشتم خدمتتون. بفرمایید. سوال اولتون. سوال اولی که آدم چه اندازه باید کسی که فقیر باشه که زکات مال را برش بپردازد؟ چه اندازه فقیر باشد؟ و سوال دوم، در ماه شوال 6 روزه که سنت است فکر میکنم روزه گرفتن بعد از ماه مبارک رمضان در ماه شوال، یعنی 6 روز پی در پی باشه یا در طول همین یک ماه؟ و سوال دیگه، نماز عید سعید فطر که آدم بتونه 7-8 نفر جماعت بخونه اگر خطبه یاد نداشته باشه بدون خطبه اشکال نداره که نماز عید را اقامه بکنن؟ و یک سوال و دیگه ای که هم اگر امکان داشته باشه من هم شبکه جهانی کلمه، هم شبکه جهانی وصال حق و هم شبکه جهانی نور را دیدم در یوتیوب و در شبکه‌ها دنبال قرآن عظیمشان با ترجمه صوتی که هم قرآن عظیمشان تلاوت بشه هم ترجمه صوتی باشه. بله. پیدا نکردم و دیدم در ترجمه شیعه وجود داشت اما اشکالات زیاده داشت. گرچه قاریه که تلاوت قرآن را میکرد قاری شیخ مشاری بود، مشاری عفاسی بود، خیلی زیبا تلاوت بود اما ترجمهش بسیار اشکال داشت. من دیدم اگر امکان داشته باشه آدرسش به من بدی که باشد یا نمیدونم چطوری است. درست. انشالله با قضیه آخر انشالله با اتاق فرمان و همکاران در میان میذاریم که انشالله اگر هست براتون بفرستن. تشکر میکنم. زنده باشید. سلامت باشید. خدا حافظ. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. یک سوال دارم. این روزی 29 رمضان روزه داشتیم، روزی 30 و روزه داشتیم گشته دیدیم که دیگه جاها وای کرگی هستن، روزه هاشون ایت کرگی هستن، اما دوبای و مسکو و فهمیدیم که همین و برادر گفتن که دیگه جا همه جا روزه ایت شده است، یعنی خدا ما نشده است. همین خود دیگه همون وقت چه میشه آدم ناخواستانه؟ درست. سوال دیگه هست؟ فهمیدین برادر؟ همین ناخواستانه روزه میخورید، همین نفهمیده روزه شیرون بود ناخواستانه روزه خوردیم که دیگه شهر رو اید کراسه و ما اید نخیراسه مفته. درست. انشاءالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته باشید. سلامت باشید. در خدمت شما. من خیلی دعا میکنم اما هیچ کس دعا مستوجب نمیشه. هیچی. مثلا این ماه رمضان هی دعا کردم واسه بیکار گفتم برم اما اصلا دعا اجابت نمیشه. درست. سوال دیگه هم هست؟ نه سلامتی شما. سلامت باشید. تشکر. توضیح بدید این مورد. سلامت باشید. سلام علیکم بفرمایید. سلام.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید در خدمت شما. بفرمایید سوال شهریتون. استاد سلام. علیکم السلام. این سوال من بی زحمت پخش میکنین. من خودم روز عید نمازم در خونه خوندم، رفتیم نذاشتم بخونیم تو پونک، بعد اومدم خونه خوندم، میخواستم ببینم نمازم درسته، نماز روز عیدم. درست. تهران زنگ میزنم. درست در پونک دیگه. سوال دیگه هم هست؟ جانه آره یه قرآن با ترجمه میخواستم، اگه امکان داره آدرس میدم برام میفرستین اگه باشه. قرآن با ترجمه یعنی تفسیر قرآن دیگه. چون تو تهران هستش نمیشه هدیهش کرد. والا در ایران چاپ شده، اگر نگاه بکنید حتی نشر احسان هم مراجعه بکنید تو خود تهران وجود داره و میتونید از طریق کانال تلگرام وصال حق اونجا در ارتباط باشید، در اونجا موجود است، یعنی لینکشو گذاشتن که میتونید دریافت کنید. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. سوالی داشتم از جناب عالی. بفرمایید. شخصی نماز خونده است، سوره فاتحه را خونده است، از یادش زم سوره رفته، دوباره به جای زم سوره باز سوره فاتحه را خونده است، آخر سجده سهو کرده است. این نمازش چی می شود؟ فقط یک خواهش دیگر هم داشتم اگر اجازه میکردید که همین برنامه‌هایتان را طریق ضبط صدا میفهمونید که کدام وقت می شود، زیرا من اعما هستم، میخواهم همین برنامه‌های شما را بفهمم که کدام برنامه کدام وقت می شود. اگر همین خواهشم را اجرا میکردید بسیار خوب میشد. رحمت کلام برای وصال حق، پاینده باد وصال حق برای مردم تاجیکستان و برای کل عالم ان شاء الله. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستم. تشکر میکنم از برنامه خوب شما و حضرت عبدالقدوس جیلان. من عباس هستم، از مشهد نظامتون میشم. عباس میخواستم بپرسم که من تفسیر انوار القرآن میخونم که گزیده اصل تفسیر فتح القدیر امام شوکانی، ابن کثیر دمشقی و تفسیر المنیر وحبت الزهیلی هست. این تو بعضی از آیات که سبب نزول داره، کسایی که سبب نزول رو نقل کردن، مثلا مثل عثمان ابن مظعون، عقبت ابن عامر، عبادت ابن ثابت، ابن مسعود، ابو هریره، سعد ابن ابی وقاص، اکرمت ابن ابی جهل، زید ابن اسلم، ابی سعید خدری و بقیه. مخواستم ببینم اینها رو میشه آیا اصحاب رسول الله دانست یا نه؟ سوال دیگه هم هست؟ سوال دیگه ندارم. متشکرم. از خوب سلام باشید. برنامه خوبید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. از کرج زنگ میزنم، گفتم همین یک مثال ماشین میزنه، همین دیگه که میگیره حلال یا حرام از بیمه؟ سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. یعنی کسی که به ماشین میزنه دیگه میگیره؟ بله. علیکم السلام. سوال دیگه هم هست؟ نه خیر، دست مدد نکنه. خدا سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما. روز شما بخیر. سلام برای شما، سلام برای مهمان پروگرام ما. سوال داشتم، امی اسم سوره و اسم فرشته بر دختر صحیح است یا نه؟ اسم سوره و اسم فرشته. یعنی اسم فرشتگان منظورتونه یا خود کلمه فرشته؟ فرشته، بله. اون اسم سوره مثل که میگه سوره قرآن.
اینام آیا بر دختر صحیح است یا نه؟ درست. سال بعدی بس میره از تان پرسان کردم. تشکر. یک سلام باش. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما است. بفرمایید دیگه نامی. صدای شما وصله. الو. الو بفرمایید. الو. علیکم السلام و رحمت الله. السلام. بفرمایید سوال شهریتون. الو. من یک سوال دارم. بفرمایید سوالتون. سوال همین روزای ما شاید 6 روزه میگیره همیشه یک معرکه شا باید امون تا باید بخوری یک اون روز شاید که یک بگیری شا ممکنه که در معرکه را نخری و امون روزه را بگیری. درست. سوال دیگه هم دارین؟ باید سوال دیگه هم که همین یک مدر کسری دارم همون دا ممکنه که خونه دا یک فرزند یک بچه دارم همون دا خیلی کتی روزه را دادن درسته خودشونه زندگی خودشونه زندگیشون در کمتر مشکل دارن. درست. تشکر میکنم شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام استاد خسته نباش. سلامت باشین در خدمت شما هستم. چند تا سوال داشتم میخواستم بپرسم. بفرمایید سوال اولتون. من میلاد هستم از ایران. آقا میلاد عزیز در خدمت شما هستم. بله بله. سوال اولتون. سلام استاد خسته نباش. سلام استاد سوال اولم در مورد شیوه خوندن نماز عید فطر و قربان بود. عید فطر و قربان و زکات عید فطر چقدر باید بپردازیم؟ ما 3 نفریم تو خانواده. 3 نفریم چقدر باید بپردازیم زکات عید فطر؟ چون نمیدونستیم کمش مونده میخواستیم بدونیم برطرف بشه. سوال دومم هم این بود استاد در مورد مادر بزرگم سرگت بعضی موقع ها بر میگرده از سرش با روسری و پوشش میره بیرون. میخواست بدونه که اشکال نداره میتونه به اونجوری بره بیرون یا باید با پوشش کامل مثلا سرگت بندازه سرش چادر بندازه سرش بره بیرون. سوال سومم این بود که به چه چیزهایی میتونیم سجده کنیم؟ میتونیم مثلا به سنگ یا سجده کنیم. سجده به چه چیزهایی جایزه و جایز نیست؟ مثلا میتونیم سجده کنیم به سنگ و خاک یا سجده کنیم به گل و گیاه یا جایز نیست؟ سوال آخرم هم این بوده که جایزه که نمازهای یومیه پنجگانمونو سگانه بخونیم؟ یعنی تو که اون حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم که تو صحیح مسلم اومده که حضرت ابن عباس رضی الله میگه رسول الله صلی الله نمازهای ظهر و عصرش و مغرب و عشا رو با هم جمع خوند. یکی از یاران گفتن که چرا اینجوری خوندین؟ گفت که رسول الله فرمودن نمیخوام امتم به مشقت و رنج بیفته. علمای شیعه هم میگن که رسول الله هم جمع میخوندن هم 5 گونه. میخوام بدونم جایزه که ما هم به نیت مثلا به طبق سنت رسول الله اون حدیث صحیحه که ما هم سگانه بخونیم؟ ان شاء الله پاسخ دریافت میکنید. تشکر میکنم. سلامت باشید. دستتون درد نکنه. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده بس کنین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و علیکم برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شماست. احترام و سلامت تقدیم میکنم. سوال داشتم در مورد ازی که اگر بسم الله الرحمن الرحیم در سوره ما بعد حمد شریف گفته تا در نماز یا نشود و سوال بعدی ما ایست در سوره هایی که بعد از حمد شریف نماز خوانده می شود باید ترتیب مصحفی مراعات شود؟ ترتیب مصحفی مثلا تقدم و تأخیر سوره ها در مصحف ای باید مراعات شود؟ سوال دوم متوجه نشدم.
گفتم که اگر شخص نماز میخونه در نماز خواندن وقتی که سوره بعد از حمد شریف خوانده می شود یک سوره از مشان یعنی ترتیب مصحفی باید مراعات شود لازم است. سوال بعدی سوال اولی بود که در بعد از حمد شریف هر سوره که خوانده میشه سوره مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم باید گفته شود یا نه گفته شود؟ در نمازهای ما خودم عادت دارم که بسم الله الرحمن الرحیم حتما بعد از سوره حمد میخوانم و همچنان عادت باید دارم که ترتیب مصحفی را مراعات میکنم. یگان وقت پیش آدم که یک سوره نسبت سوره تقدم و تاخرش مثلا بر من قضیه واضحه انشالله پاسخ دریافت میکنیم انشالله. سلام علیکم. خدا حافظ. سلام علیکم. سلامت باشین. آخرین تماس بیننده رو بس کنین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. محمد هستم از دانمارک زنگ میزنم. آقا محمد من به خاطر زنگ زدم که خانم بسیار ببخشید یک تکلیف داشتن اشتک چیمش سخت شد و باز بعدش حالا تقریبا 2 ماه رد شده و هنوزم خونریزی داره. ماه رمضان رو نتونستن روزه بگیرن. باز میخواستم پرسان کنم که هنوزم کم کم خونریزی داره 2 ماه شده. آیا میتونن نماز خدا بخونن؟ درست. سوال دیگه هم هست؟ نه ممنون. تشکر. بسیار زیاد تشکر از برنامه خوبتان. بسیار آدم چیزای اطلاعات به خاطر اسلام و دین خود نمیفهمیدم. چیزای شما برنامه شما رو که میبینه یاد میگیره آدم به آگاهیش بیشتر میشه. بسیار زیاد تشکر از برنامه. سلامت باشین. تشکر میگم از شما. خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خداوندا توی پروردگارم همه از توست یا رب هرچه دارم اگر عمری به سجده سرگزارم نگردد شکر یک لطفی برارم به داد ما ز گمراهی رسیدی و ما را بر هدایت ره نمودی همه محتاج تو بی نیازی ندانم از تو دیگر چاره سازی تو را خوانم که دانم می توانی و نزدیک تر به من از شهرگانی فقط عالم تویی از علم غیبی که ذاتی کامل و بی نقص و عیبی تویی یکتا ترین یکتای پاکم گواه ذات تو هر ذره خاکم همه از هر نژاد و رنگ و دینی تو را دانند که رب العالمینی ولی دست نیاز بر غیر آرند و نام خود مسلمان هم گذارند بخوانند بر ندا صدها خدا را ز جمله انبیا و اولیا را رسولان خود گدای ذات پاکند
ائمه ناتوان در زیر خاکند، ائمه ناتوان در زیر خاکند. اگر عمری ز وی فریاد خوانی، ندارد بر جواب تو توانی. ائمه اسوه‌ای از حق پرستند، که جز یکتای پاک حاجت نجستند. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. اگر حاجت ز کس جز او نجستی، مبارک بر تو باد یکتا پرستی. مبارک بر تو باد یکتا پرستی. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. بدل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است.
شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن. بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بن ما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار، به عقبی جز به ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول پرسیدن که در مورد آیه آوردن از قرآن کریم و در این زمینه قضیه بحثی که آوردن شنیدن صدای انسان ها توسط مرده ها منظورشون بود و سوالشون این بود که آیا اموات کلا می توانند بشنوند یا پاسخی بدهند؟ در مورد اینکه آیا مردگان میشنوند یا نمیشنوند اختلاف نظر وجود داره در میان فقها و اون چیزی که قول راجح هست و آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اون رو تایید میکنند این است که مردگان نمیشنوند. به عنوان یک قاعده اصلی یا در اصل و به صورت کلی مردگان نمیشنوند مگر در حالتهای استثنایی. در این زمینه یکی از مواردی که ثابت شده از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد این که مردگان میشنوند در چه زمانی میشنوند روایتی هست از حضرت انس رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری و مسلم هست که ایشان میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم. زمانی که انسان را یعنی مرده را دفن می کنند و مردم از قبرستان برمیگردند مردگان صدای پای کسانی را که تشییع جنازه کردند میشنوند. در این زمان هست که 2 نفر از فرشتگان میآیند و اون را می نشانند و سوالات معروفی که در قبر هست. از این حدیث معلوم می شود که در این لحظه مردگان می شنوند، یعنی که از لحظه هایی که مردگان می شنوند اون حالتی هست که در واقع روح به بدن مرده بازگردانده می شود و در قبر برای سوال و جواب و همون لحظه هست که مردم رو تازه دفن کردند و وقتی برمیگردند حتی صدای پایشان رو مرده در واقع می شنوند، زیرا که در این حالت روح به بدن برگشته و فرشتگان منکر و نکیر آمدند و از اون در واقع سوال می کنند. و در این زمینه هم روایت دیگری هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه یکی از اصحاب رو دفن کردن ایشون فرمودند که استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل، برای برادرتون طلب مغفرت بکنید زیرا که الان از اون سوال کرده می شود. و زمان سوال یعنی سوال منکر و نکیر بعد از دفن هست. وقتی که دفن می کنند در این زمان در روایت اومده که روح به بدن برگردانده می شود و فرشتگان از اون در واقع سوال می کنند. این یک مورد هست.
مورد دیگری رو که بینندهمون سوال کردن اونم در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، روایت خیلی معروف هست که معروف هست به قلیب بدر، که بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم کشتگان مشرکین و بزرگان قریش را که کشته شده بودند اونها را در یک جایی دفن کردند، در چاهی انداختند و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بالای سرشون ایستاد و اونها را یعنی صدا کرد، یکی یکی اونها را در واقع با نامه هاشون صدا کرد. بعضی از اصحاب گفتند یا رسول الله اینها جسدهای بدون روحی هستند، شما اینها را صدا میزنید؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا فرمودند ما انتم باسمع مما اقول منهم، شما بهتر از آنها صدای ما را نمیشنوید، شما بهتر از آنها صدای ما را نمیشنوید، غیر انهم لا یستطیعون ان یردوا علی شیئا، منتها این که اونها نمیتوانند که جواب ما را بگویند. از این حدیث هر دو استنباط می شود، یکی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را صدا زد و این که اونها صدای رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدند و این یک نوع توبیخی هست برای اون کشته شدگان، برای کسانی که ایمان نیاوردند به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به عنوان توبیخ و به عنوان یک معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را صدا زد و فرمودند که اونها صدای ما را میشنوند. بله، و از آنجایی که اصل بر این بود که مردگان نمیشنوند، میبینیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که یا رسول الله اینها مرده اند و صدا را نمیشنوند، یعنی این که نشنیدن مرده ها یک اصل بود و وقتی که دیدند که رسول الله صلی الله علیه وسلم مردگان را صدا میزند تعجب کردند و گفتند یا رسول الله شما چطور مردگانی را صدا میزنید که اصلا صدای شما را نمیشنوند و اینها جسدهای بدون روحی هستند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که آنها الان صدای ما را میشنوند و منتها نمیتوانند که جواب بدهند. و جالب این است که در همین مورد، در مورد کشتگان بدر، در روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که در صحیح مسلم هست، بعد از این که این جریان رو برای حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها تعریف کردند و معروف است که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها جز کسانی هست که معتقد بر این هستند که مردگان در واقع صدای زنده ها رو نمیشنوند. گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه اونها رو صدا زده، گفتند که این یکی از معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و بعد از این حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها این آیه را در واقع تلاوت کردند که انک لا تسمع الموتى، از این آیه استدلال کردند و این دلیل بر این است که مردگان نمیشنوند. انک لا تسمع الموتى که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد که تو نمیتوانی مردگان را بشنوانی و چون که این یک اصل بود و از زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم صدا زدند صحابه بر روی این اصل بودند که مردگان نمیشنوند، براشون جای سوال پیش اومد و گفتند یا رسول الله اینها نمیشنوند، چطور اونها رو در واقع شما صدا میزنید که در حالی که نمیشنوند؟ ایشون فرمودند که بله بهتر از شما فعلا صدای ما را میشنوند. پس بنابراین به صورت کلی اصل بر این است که مردگان نمیشنوند و خصوصا دعایی رو که به صورت غایبانه باشه، صدایی رو که به صورت غایبانه باشه. همین فردی که در واقع الان وفات کرده در زمانی که زنده بوده اینو ما تصور بکنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم یا بقیه در واقع مردگان را به صورت کلی از ائمه باشند، از شهدا باشند یا از بزرگان اولیا باشند، تمام اینها در زمانی که زنده بودند صدای زنده ها را که از جای دوریشون را صدا می‌کردند نمی‌شنیدند و وقتی که انسان میمیرد این قطع رابطه روح با جسد هست، یعنی این که در واقع انسان این کارایی رو که جسدش داشت، شنوایی رو که داشت، بینایی رو که داشت و بقیه حاسه هایی رو که داشت، اینها از کار در واقع میافتند. اصل بر این است که مردگان نمیشنوند و الله متعال در سوره فاطر این رو به صورت کامل توضیح داده که بیننده هم به این اشاره کردند که والذین تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، یعنی آن کسانی که شما اونها را صدا میزنید، اونها را دعا میکنید و از اونها میخواهید، اونها لا يسمعوا دعاءکم، اونها صدای شما را نمیشنوند. اینو به صورت کامل الله متعال میفرماد آن کسانی که شما اونها را صدا میزنید، یعنی در اینجا الذین، الله متعال میگه والذین تدعوهم، آن کسانی که شما اونها را صدا میزنید، یعنی الذین برای در واقع انسانهای برای ذوی الخول به کار میرود، آن انسانهایی که شما آنها را صدا میزنید و مرده اند، لا يسمعوا دعاءکم، صدای شما را نمیشنوند، ولو سمعوا، بالفرض این که بشنوند،
بالفرض این که بشنوند. آیا میتونند به شما جوابی بدهند؟ آیا میتوانند که بر اساس دعای شما، خواسته شما اینو برآورده بکنند؟ الله متعال صراحتا این رو در سوره فاطر میفرماد که ولو سمعوا ما استجابوا لكم و یوم القیامة یکفرون بشرککم. بالفرض این که ما تناظر بدیم که مردگان صدای شما را بشنوند، به تصریح قرآن ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر بشنوند هم نمیتوانند که اجابت بکنند و شما را در واقع جواب بدن. و یوم القیامة یکفرون بشرککم، و روز قیامت این شرک شما را انکار میکنند. یعنی این که شما به جای الله متعال، به جای الله که حی و قیوم و زنده هست، مردگان را صدا میکنید، در واقع این یک نوع شرک هست و این مردگانی که شما اونها را صدا میزنید خودشون در روز قیامت در واقع این کفر شما را که این شرکی رو که شما انجام دادید اینو در روز قیامت قبول نخواهند کرد. پس بنابراین اصل بر این است که مردگان نمیشنوند مگر در مواردی که صرفا حدیث وارد شده و در ثابت شده به عنوان یک استثناء، در اون وقت میشنوند و در همون حدی که ثابت شده میشنوند، نه این که همیشه در واقع بشنوند و بالفرض این کم که بشنوند در واقع نمیتوانند که برای شما اجابت بکنند. و حیات مردگان در عالم برزخ یک حیاتی هست اهم از حیات رسول الله و حیات شهدا و حیات تمام در واقع مؤمنان و مردگان دارند. یک حیات برزخی هست، به هیچ گونه با معیارهای دنیوی ما نمیتوانیم که آن را قیاس بکنیم. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که خواهری بودن، گفتن که برای کسی رخ داده این قضیه برای خواهر دیگه که نزدیک 30 سال پیش در یک جاده مسافر بودن و بعد از اینکه با راننده تنها شدن، اون راننده گفتن که از کرد بودن، گفتن که راننده هم شخص شیعه‌ای بوده، گفته راننده اون را برده به تنهایی و به او تجاوز کرده و خانم هم بعد از آن حامله شده و این قضیه با اراده زن نبوده و آن خانم با ارادش نبوده و اون مرد به زور بود تجاوز کرده و آن زن حامله شده. آیا گناهی بر او هست به خاطر این قضیه؟ و دوم این که بچه ای نیست یعنی بعد حامله شدن بچه به دنیا اومده که اون خانم به بچه شیر نداده و بچه هم فوت کرده. آیا گناهی بر این زن هست یا نه به خاطر این قضیه؟ بر این عملی که انجام شده این خانم هیچ گونه گناهی رو ندارند و مجازات نمیشوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله تجاوز عن امتی عما الخطأ والنسیان و ما استکرهوا علیه. الله متعال امت ما را معاف کرده از کارهایی که به خطا انجام دادند یا به فراموشی انجام دادند و ما استکرهوا علیه و کارهایی که تحت اکراه و اجبار انجام دادند، یعنی کاری رو ناخواسته از اونها سر زده مجبور شدند، یا اینکه مانند این موردی که تجاوز به عنف بوده. از نظر شرعی این خانم و امثالشون به هیچ عنوان در واقع گناهی رو مرتکب نشدند و بازخواستی رو هم در پیشگاه الله متعال در واقع ندارند و در این زمینه باید که ایشون در واقع دغدغه‌ای رو داشته باشند. کاری شده که اتفاقی بوده که در واقع افتاده و گناهی برگردن ایشان در واقع نیست. گناه تمام برگردن اون کسی هست که در واقع این عمل زشت رو انجام داده و به یک زن مسلمان تجاوز کرده که انشالله الله متعال رو به سزای اعمال خودش میرساند. اما این بچه‌ای که به دنیا آمده از نظر شرعی این بچه هیچ گونه گناهی رو نداشتند و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده بود، زنای صورت گرفته بود، خانمی باردار شده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم اون خانم اومد که تقاضا کرد یا رسول الله حد رو بر من جاری بکن، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر جنینی که در شکم اون خانم بود ایشون رو سنگسار نکرد و این حکم رو به تأخیر انداخت تا زمانی که این بچه به دنیا اومد و بعد از اینکه 2 سال از گذشت از شیر گرفتند این بچه رو و یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت و پرورش اون بچه رو به عهده گرفت. بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم اون کسی رو که مرتکب زنا شده بود اون رو در واقع رجم کردند. پس بنابراین این بچه در واقع گناهی رو نداشت. شما میتونستید که اینو تحویل بدید به یک مراکزی که در واقع این کار رو انجام میدن و پرورش میدن بچه‌هایی رو که این گونه هستن. اما وقتی که این کار شده اتفاقی هست که انجام گرفته، شما همین که توبه بکنید دیگه گناهی برگردن شما نیست. شما الان پشیمان هستید، اون خواهری که این اتفاق براش افتاده پشیمان هست از کرده خودش و نمیخواسته که
این کار انجام بشه، شاید نمیتونسته که در اون زمان تصمیم بگیره، از بدنامیش میترسیده. به هر صورت کاری هست که انجام گرفته و الان وقتی که شما توبه کردی صادقانه به پیشگاه الله متعال و از الله متعال طلب مغفرت کردی، دیگه بر شما گناهی نیست و بیشتر از این ناراحت نباشید. الله متعال قطعا گناه شما را انشاءالله خواهد بخشید و از این اشتباهی که از شما سر زده که شما تحت تاثیر عوامل در واقع روانی بودید، در اون حالت نمیتونستید تصمیم بگیرید، از موارد دیگر میترسیدید، انشاءالله که الله متعال شما را میبخشد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که با یک شخص دختر مسیحی ازدواج کردم و یکی از دوستانم عقد نکاح را بست. یک شخصی یکی از دوستان دیگه اومد شاهد شد و خود دوستم که عقد نکاح را بست نیز شاهد بود. آیا این نکاح صحیح هست یا نه؟ از نظر شرعی نکاحی که نکاح در واقع صحیح است نکاحی است که همراه با حضور ولی باشد، ولی دختر همراه با 2 نفر شاهد، یعنی همراه با حضور ولی با اجازه ولی دختر باشه و همراه با 2 شاهد باشه. نکاحی را که ایشون بستن با اون کسی که نکاح رو بسته 1 نفر بوده و اون کسی هم که 1 نفر رو شاهد گرفتن، از نظر اصلی در یعنی اشکال نداره. همون کسی که نکاح رو خونده میتواند که یکی از شاهدان هم قرار بگیره، یعنی 1 نفر باشه کسی که نکاح را میخواند، 1 نفر دیگر هم شاهد باشد. این نکاح از نظر ظاهری در واقع درسته. به اضافه همراه با ولیش، یعنی اگر اون دختر ولی داشته، پدرش یا برادرش در واقع راضی بودن، شما اونا رو اطلاع دادید، یا اینکه این اصل هست که پدر یا مادرش هر کسی، ولی اینکه دختر مسیحی باشه یا یهودی باشه، ولیش پدر و مادری هست که بر اون دینش هستند. اگر این که پدر و مادرش در واقع این دختر مسلمان بشود و پدر و مادرش هنوز بر دین مسیحی باشند، این یک حکم جداگانه هست که اونها بر این دختر ولایتی رو ندارند. اما اگر بر دین خودشون هستند در واقع ولی شمرده میشوند، باید از اونها اجازه گرفته بشه و اگر اجازه ندادند یک دادگاه میتونه که در واقع یکی ولی رو تعیین بکنه و اگر به هیچ صورت دادگاه اسلامی هم وجود نداشت، مراکز اسلامی که در کشورها وجود دارند، در کشورهای غربی، اینها میتوانند که یک ولی رو برای این دختر تعیین بکنند و اون ولی در واقع این دختر رو به نکاح این فرد در واقع در بیاورد. اما الان که این نکاح صورت گرفته و چه بسا که والدینش هم خبر دارند، رضایت دادند، این نکاح درستی هست و اشکال شرعی فعلا نداره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در نماز در رکعت اول قبل از سوره فاتحه آیا گفتن اعوذ بالله درست است یا نه؟ در رکعت دوم چطور؟ خواندن بسم الله و اعوذ بالله که بیننده دیگری هم این سوال داشتن در آخر سوالان، اینها جز سنت های قولی هست که در نماز هست یا درجه استحباب را دارد، به این گونه که اگر کسی این در واقع در ابتدای نماز یا در ابتدای شروع قرائت اعوذ بالله یا بسم الله الرحمن الرحیم را نگفت، در نمازش هیچ گونه اشکالی رو به وجود نمیاره و نمازش کاملا صحیح است. اما اگر گفته بشود این اولاتر و بهتر هست و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که بسم الله را میگفتن و منتها یعنی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که بسم الله را به صورت سری میخوندند. بسم الله را در ابتدای نماز و در ابتدای قرائت به صورت سری میخوندند و با صدای بلند نمیخوندند. بعد از قرائت سوره فاتحه اگر انسان از ابتدای یک سوره شروع میکند، باز هم مستحب هست که بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشود. در ابتدای یک سوره رو به صورت کامل میخواند و یا از ابتدای سوره شروع کرده، مستحب هست که بسم الله الرحمن الرحیم رو در اول سوره یعنی بعد از سوره فاتحه هم بخواند. اما اگر در وسط سوره شروع کرده، استحبابی در این زمینه ندارد، این هیچ گونه اشکال ندارد که بسم الله الرحمن الرحیم رو نگوید. و عرض کردم که باز هم حکم مستحبی رو دارد. اگر انسان چه از وسط سوره شروع بکند، چه یک سوره مستقل رو بخواند یا از اول یک سوره بخواند، اگر بسم الله الرحمن الرحیم رو نگفت هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما اگر بگوید این اولاتر و بهتر هست. جزاکم الله خیر. شخصیت ابو علی سینا چه شخصیتی بود؟ ابو علی سینا از در واقع اشکالات فکری خیلی زیادی رو داشته که از دیدگاه عموم اهل سنت و الجماعت این مواردی بودند که متضاد با عقیده اسلامی و با اصل اسلام بودند و از نظر دینی و از نظر مذهبی مورد تایید ما نیست. جزاکم الله خیر.
بیننده بعدی گفتن که آیا حدیث هست که کسی که سوره بقره را بخواند شیطان وارد خانه نمی شود؟ در مورد سوره بقره بله روایات صحیحی در این زمینه وارد شده. به طور مثال روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که در صحیح مسلم آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که خانه های خودتان را قبرستان قرار ندهید و سوره بقره را در خانه های خودتان را بخوانید. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیه سوره البقره، که شیطان از خانه‌ای که در آن سوره بقره در واقع خوانده بشود از اونجا فرار میکند. و همچنین در روایت دیگری که باز هم در صحیح مسلم هست رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ولا تستطیعوا البطله، که بطله به معنی ساحران هست که ساحران نمیتوانند که با این مقابله بکنند یا این رو در واقع حفظ بکنند. این فضیلت برای سوره بقره ثابت هست. انسان باید سعی بکنه که همیشه ان شاء الله سوره بقره رو در منزل خودشون بخونند. اگر کامل نمیتونه سوره بقره رو بخونند حداقل آیات پایانی سوره بقره رو بخونند، آیت الکرسی رو بخونند ان شاء الله که الله متعال اونها رو از شر انسانهای شرور و همچنین شیاطین و ساحران ان شاء الله حفظ خواهد کرد. جزاکم الله خیر. آیا حدیث یا چیزی آمده است در مورد اینکه اگر کسی روز عید تا زمانی که از نماز بیرون نیامده اگر چیزی بخورد به اندازه چند سال ثواب دارد؟ یا حدیث هست یا نه؟ حدیث به این عنوان که یک فضیلتی رو داشته باشد یا چند سال ثواب داشته باشد چون این چیزی وارد نشده در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقط جزء سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم در عیدین این بوده که در روز عید فطر ایشان قبل از این که به مصلی بروند صبحانه می‌خوردند، به تعبیر امروزی چند دانه خرما در واقع می‌خوردند و در روز عید قربان هیچ چیزی رو نمی‌خوردند. در روز عید قربان چیزی رو نمی‌خوردند تا اینکه می‌رفتند نماز رو می‌خوندند. بعد از نماز می‌اومدند قربانی رو ذبح می‌کردند و از اون گوشت قربانی که می‌پختند از اون در واقع استفاده می‌کردند، یعنی با اون صبحانه می‌خوردند. اما در روز عید فطر، عید رمضان، رسول الله صلی الله علیه و سلم سنتش این بوده که قبل از اینکه به عیدگاه بروند چیزی رو می‌خوردند و این جزء سنت‌های روز عید هست. در روز عید فطر انسان قبل از اینکه به عیدگاه برود باید یک چیزی رو بخورند و در روز عید قربان صبر بکنند وقتی که از عیدگاه برگشتند صبحانه بخورد یا اگر ممکن است صبر بکنند از حیوانی رو که خودش قربانی میکند و قربانیش هست. اگر از اون چیزی رو بخورند این اولاتر و بهتر و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما این که ثواب خاصی رو داشته باشه چون چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که شخص یک انسان چه اندازه باید فقیر باشد تا اینکه یک زکات به آن تعلق بگیرد؟ الله متعال در قرآن کریم هم فقرا رو و هم مساکین رو در واقع جز کسانی قرار داده که صدقات و زکات به اونها تعلق میگیرد. انما الصدقات للفقراء والمساکین، که صدقات مال زکات در واقع سزاوار و مخصوص فقرا و مساکین هست، هم فقیر و هم مسکین. از نظر لغوی در میان فقیر و مسکین علما تفاوت‌هایی رو قائل شدند که الان هر دو موردش ذکر شده، اما قول راجح ترش این است فقیر اون کسی است که چیزی رو نداشته باشد، مسکین اون کسی هست که یک چیزی رو دارد منتها به اندازه کفایتش نیست. عکس این قضیه رو هم گفتن. به هر صورت یکی از این دوتا یعنی فقیر یا مسکین کسی هست که یعنی درآمدی رو دارد منتها درآمدش برایش کفایت نمی کند، که قول راجح در اینجا همین مسکین هست با توجه به موردی که در سوره کهف اومده درباره مساکین که در واقع کشتی رو داشتن، خودشون یک کشتی یا لنجی رو داشتند که مسافر کشی میکردن، در دریا کار میکردن، اما باز هم الله متعال اونها رو در واقع اما سفینه و فکانت لمساکین یعملون فی البحر که در دریا در واقع کار میکردن. مسکین اون کسی هست که در واقع یک مقدار غذایی رو دارد، درآمدی رو دارد منتها درآمدش برایش کفایت نمی کند. فقها در این زمینه یک معیاری رو قرار دادند، کسی که درآمدش کفایت زندگیش را نمی کند، خرجش بیشتر از دخلش هست، زکات دادن به اون از نظر شرعی جایز است. ولو اینکه طرف رو فرض کنیم که یک فردی هست که کارمنده، حقوق بگیر هست، منتها این حقوقش بیش اونان کفایت نمیکنه، خرجش بیشتر از افراد تحت تکفلش زیاد هستن، این در واقع جزء کسانی هست که شما می توانید که به اون صدقه رو و زکات رو بده. حتی فقها در این زمینه یک معیاری رو قرار دادن، گفتن هر کسی که خرج یک سال خودش را ندارد برای اون زکات جایزه.
هر کسی که خرج یک سال آینده خودش را ندارد فقیر محسوب می شود و زکات دادن به اون در واقع جایز هست و حتی در زکات دادن به یک فرد این اصل با معیار قرار دادند که انسان باید به یک فرد فقیر به اندازه‌ای زکات بدهد که تا یک سال آینده خرجش در واقع تامین بشود. این موردی هست که متاسفانه امروزه به اینها عمل نمی‌شود. منتها انسان باید نگاه بکند هر کسی رو که فقیرتر هست و نیازمندتر هست این در واقع زکات رو به اون فرد بدهد، این اولاتر و بهتر است. یک فردی اصلا درآمدی رو به صورت کلی ندارد، یک فرد دیگر درآمدی رو دارد منتها درآمدش کفافش رو نمی‌کند. اون کسی که به صورت کلی درآمد ندارد و بیشتر نیازمند هست اون اولاتر است که ما زکات رو به اون فرد بدهیم. اما اگر این زکات رو به اون مسکینی که درآمدی رو دارد منتها درآمدش کفایت نمی‌کند اگر دادیم این باز هم جایز هست و یکی از مستحقین زکات محسوب میشه. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده گفتن که روزه 6 شوال آیا باید پی در پی باشد یا می شود در طول یک ماه روزه بگیرد؟ نه، لازم نیست که 6 روز پی در پی باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو به صورت مطلق فرمودند و مطلق بر اطلاق خودش باقی میموند مگر اینکه دلیلی بیاد که این رو از بین ببرد و در این زمینه هیچ گونه دلیلی که تعیین بکند که حتما این 6 روز باید پشت سر هم باشند چون این دلیلی در واقع وجود ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که رمضان رو روزه بگیرد ثم اتبعه 6 من شوال و 6 روز از شوال را بدون اینکه تعیین بکند که پشت سر هم باشند یا جداگانه باشند. پس بنابراین قول جمهور علما در این زمینه این است که جایز است که 6 روز را شما پشت سر هم روزه بگیرید یا اینکه جداگانه روزه بگیرید. هیچ گونه اشکالی و در واقع برتری در میان این دو مورد نیست. به اختیار شما هست کدام یک برای شما راحت تر است. می توانید پشت سر هم رو هم روزه بگیرید و میتونید به صورت جداگانه هم روزه بگیرید. درست. جزاکم الله خیر. و سوال بعدی بیننده گفتن که نماز عید فطر نزدیک به 7-8 نفر شخص بودیم که نماز عید را برپا کردیم بدون خطبه، آیا این درسته یا نه؟ اشکالی نداره وقتی که برایشون میسر نبوده که در عیدگاه بروند یا در جایی بودند که اصلا نمیتونستن نماز عید رو بخونن، نماز عید برگزار نمیشه یا حکومت به طور مانند تهران که اجازه ندادن که اهل سنت و الجماعت عید رو برگزار بکنن، اگر کسی در چنین شرایطی قرار بگیره اشکال نداره. که بیننده این سوال کرد گفت از پونک وقتی که نمازخانه عید رو بستن رفتن در خونه نماز خوندن. بله اشکالی نداره، چه به صورت فرادا خونده باشد چه چند نفری که در یک جا جمع شده باشند نماز عید رو خونده باشند هیچ گونه اشکال شرعی نداره، نمازشون درست است و این فرض که فرض کفایه بوده از عهده اونها در واقع ساقط می شود ولی اینکه خطبه نخوانده باشند. خود خطبه و شنیدن خطبه در روز این در واقع عید جزء سنت ها هست. شما وقتی که در خونه نماز رو خوندید به تنهایی یا با زن و بچه خودتون یا با دوستانتون در اونجا نماز عید خوندید لازم نیست که خطبه رو بخونید. بدون اینکه خطبه خوانده بشه نماز عید شما درست است. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون این است گفتن که من از طریق 3 شبکه‌های وصال نور کلمه یک تفسیر صوتی قرآن رو پیدا نکردم، مجبور شدم که یک تفسیر صوتی که مال شیعیان بود و ترجمه قرآن بود اونو استفاده بکنم. آیا میشه بین اعتماد کرد؟ اگر چه گفت بعضی اشکالات هم داره یا نه؟ در مورد ترجمه صوتی قرآن کریم الحمدلله کارهای خوبی صورت گرفته و ما در ماه مبارک رمضان 2 تا ترجمه صوتی در شبکه پخش کردیم، گرچه به صورت کامل نبودیم، نتونستیم که هر 2 تا ترجمه رو کل قرآن رو در شبکه پخش بکنیم، اما اجزای مشخصی از 2 کار متفاوت رو که انکار شده بود این 2 ترجمه متفاوت صوتی از قرآن کریم فعلا وجود داره، به صورت فیلم هستند و تصویری هستند و انشالله که ما بتونیم به صورت کامل اینها رو پخش بکنیم و انشالله که دوستان اینها رو به صورت صوتی هم در خواهند آورد و میتونند استفاده بکنند و همچنین این ترجمه صوتی در رادیو پیام اسلام هم در حال پخش هست، ایشون میتونند که از این طریق هم این برنامه رو بشنوند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از تاجیکستان گفتن که ما روز 30 رمضان را روزه نبودیم، یعنی ناخواسته روزه خوردیم و عید اعلام شد و بعد متوجه شدیم که شهرها و کشورهای دیگه هنوز روزه هستند. آیا چیزی بر ما هست یا نه؟ بستگی به این داره که در منطقه که ایشون هستند آیا ماه را دیدند یا اینکه ندیده باشند. وقتی که ماه را ندیدند از نظر حکم شرعی این است تا زمانی که شما ماه را ندیدید اجازه ندارید که افطار بکنید و عید بکنید. یعنی اگر در روز 29 رمضان شما ماه را دیدید، هلال شوال را دیدید، فرداش اول شوال حساب می شود و شما باید فرداش عید بکنید. اما اگر ماه را ندیدید معنیش این است که امروز 29 بوده، فرداش
30 ماه مبارک رمضان هست و پس فردا عید می شود که امروز در این سال این گونه شد، یعنی در روز 29 ماه رؤیت نشد و مجبور شدن مسلمانان که روز 30 را هم روز آخر ماه مبارک رمضان اعلام بکنند و در واقع این روز را روزه گرفتند. و کسانی که بدون رؤیت ماه و بدون این که ثابت شده باشه که ماه را دیدن در کشور اونها و افطار کردند، اون یک روز دیگر باید به جایش روزه بگیرند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که خیلی دعا میکنم اما اجابت نمیشود، مشکل چیست؟ اولا در مورد دعا کردن و اجابت دعا، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال دعا را اجابت میکند تا زمانی که انسان ناامید نباشد از رحمت الله متعال و از این که الله متعال دعا را اجابت بکند. سوال کردن یا رسول الله ناامیدی به چه معنی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این که انسان بگوید من دعا کردم و دعایم قبول نشد، دیگه دست از دعا کردن در واقع بردارد. و انسان باید همیشه امیدوار باشد به این که الله متعال دعایش را میپذیرد و قطعا الله متعال وعده داده که دعاها را انشالله اجابت میکند. اما برای پذیرفتن دعا یک شرایط خاصی وجود داره که ما باید اون شرایط را داشته باشیم و با اون حالتها و کیفیتها دعا بکنیم تا اینکه دعایمون در واقع پذیرفته بشود. من جمله این که در واقع تغذیه‌مون از مال حلال باشد، تقوا داشته باشیم، در خورد و خوراک خودمون از مال حرام و مالی که مشتبه هست استفاده نکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فردی رو ذکر کردم که در سفر هست، اشعث و اغبر هست، یعنی غبار آلود هست، موهای ژولیده هست، لباسش در واقع نامرتب هست و دعا میکند، دستها رو بلند میکند به درگاه الله متعال و یقول یا رب یا رب، دعا میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این فرد را مطعمه حرام و ملبسه حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب له، کسی که غذایش حرام بوده، نوشیدنیش حرام بوده، لباسش حرام هست و با حرام تغذیه شده، فانا یستجاب له، چگونه برای چنین فردی اجابت می شود؟ یعنی خوردن مال حرام یکی از موانع در واقع اجابت دعا هست. یعنی که دعایی که برای علیه دیگران هست، یا دعایی که برای قطع رحم هست و قطع رابطه خویشاوندی هست، دعایی که ظالمانه هست، دعایی که نفرین بر دیگران هست به صورت ناحق، چون این دعاهایی رو الله متعال در واقع قبول نمی کند. من جمله شرایطی که در این زمینه وجود دارد این است که انسان الله متعال را یعنی با قلب مطمئن و 100% با این امید که الله دعا را قبول می کند این گونه دعا بکند. در روایت اومده که ان الله لا یقبل دعا من قلب غافل له، که الله متعال دعا را از قلبی که غافل هست و در حالت لهو هست و بی خیال هست و تمرکز نداره، الله متعال چون این دعایی رو قبول نمیکنه. یا فرمودند که ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، که شما الله متعال را دعا بکنید، بخواید از الله متعال با این یقین که الله متعال دعا را اجابت میکند. یعنی این که شما خودتون یقین دارید، با این یقین که الله دعا را قبول نمیکند دعا بکنید، خب قطعا الله متعال چون دعایی رو قبول نمیکند. این در مورد شرایط دعا کردن هست که شما دعا بکنید و همچنین اوقات دعا کردن رو، اجابت دعا رو شما در نظر بگیرید. یعنی روز جمعه بعد از نماز عصر تا مغرب جزء اوقات دعا هست، وقت افطار، وقت اذان یا بین اذان و اقامه، وقت نزول باران، اینها اوقاتی هست که در واقع اجابت دعا شانس بیشتری در این زمینه دارد. و یک نکته دیگری که در اینجا مهم هست و انسان باید در مد نظر داشته باشه خود مفهوم اجابت دعا هست که اجابت دعا یعنی چی؟ و این اجابت دعا 3 تا گزینه رو داره و 3 تا حالت هست و خود دعا بنابر روایاتی که در این زمینه آمده یک عبادت هست. خود دعا یک عبادت هست. الدعا هو العباده. در روایت اومده که دعا یعنی همون عبادت هست، یعنی دعا کردن یک از عبادت ها هست. به این خاطر ما فقط و فقط باید از الله متعال بخوایم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنیش این است که این عبادت دعا رو ما صرفا باید برای الله متعال در واقع انجام بدیم و صرفا از الله متعال بخوایم و خواستن از غیر الله در واقع یک نوع شرک محسوب می شود. و مفهوم اجابت دعا این هست که گذشته از این که یک عبادت هست، قطعا انسان ثواب این عبادت را و دعا را در میزان حسنات خودش خواهد داشت و گزینه هایی که برای اجابت دعا هستند 3 مورد هست. یکی این که الله متعال به خاطر این دعایی که ما انجام دادیم
در واقع یک ضرر را و یک فتنه و مصیبت بزرگ رو از ما دور میکند. یعنی قرار بوده در تقدیر معلق الله متعال که اگر فلان بنده دعا نکند مبتلا به فلان مصیبت باشد. الله متعال وقتی که این بنده دعا میکند به خاطر این دعایش یک مصیبت و گرفتاری رو از این بنده از این انسان مسلمان در واقع دور میکند. خود انسان شاید احساس نکند، اما به خاطر همین دعا شاید این خوشبختی شما رقم بخورد، شاید که یک نعمتی به شما برسد، شاید یک مضره و ضرر و زیانی رو الله متعال از شما دور بکند. این گزینه اول هست. گزینه دوم این است که الله متعال این دعایی رو که شما کردید به جای این در واقع یک چیز بهتری رو به شما بدهد، یک چیزی رو که لازمتر هست، اولاتر هست، الله متعال به شما میدهد. و یا این که الله متعال ثواب این دعا رو برای شما در قیامت در واقع حفظ کرده. و احیانا می شود که انسان خیلی دعا کرده برای اینکه فلان چیز رو که در دنیا یک منفعت دنیوی هست الله متعال اون منفعت رو به من بدهد، الله متعال این منفعت رو به من نداده و در مقابل ثواب این دعا رو الله متعال برای قیامت برای من ذخیره کرده. چه بسا که در اونجا در روز قیامت انسان آرزو بکند کاش که دعاهای من در دنیا قبول نمیشد و همهشون میشد ذخیره آخرت من. و فقط گزینه آخری این مورد هست که الله متعال دقیقاً همون چیزی رو که ما خواستیم همون چیز رو الله متعال به ما عنایت بکند. این آخرین درجه و آخرین گزینه اجابت دعا هست. اما موارد قبلی هم جزء اجابت دعا هستند. انسان باید به هیچ عنوان از دعا کردن ناامید نشود، زیرا که دعا کردن یک نوع عبادت هست و هر چیزی رو که الله متعال مصلحت بداند به خاطر این دعای شما به شما انشاءالله عنایت خواهد کرد. خیر. بیننده بعدی گفتن که در نماز سوره فاتحه خواندن و ضم سوره رو نخواندن، آیا نماز اشکال داره یا نه؟ در نماز قرائت سوره فاتحه جز ارکان نماز هست. این حتما انسان باید سوره فاتحه رو بخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا صلات لمن لم یقرأ بأم الکتاب یا بفاتحه الکتاب، کسی که قرآن را یعنی فاتحه الکتاب رو در نماز بخواند نمازش از نظر شرعی معتبر نیست. قرائت فاتحه در نماز جز ارکان نماز است. اما اگر بنابر عذری نمیتونست که در واقع ضم سوره بخواند اشکالی نداره. اگر تنها به سوره فاتحه اکتفا کرد این نمازش در واقع درست هست و هیچ گونه اشکالی در واقع به وجود نمیاد. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این جزء واجبات هست ضم سوره و اگر کسی ترکش کرد عمدن در واقع یا فراموش کرد این سجده سهو بکند. اما بنابر قول جمهور اگر نتونست که چیزی رو یاد نداشت که بخواند یا اینکه فراموش کرد چیزی رو بخواند اشکال نداره، نمازش کاملا درسته و تکرار سوره فاتحه مشروع نیست. و تکرار سوره فاتحه که در یک رکعت انسان چند مرتبه سوره فاتحه رو بخواند این از نظر شرعی مشروع نیست. همون یک مرتبه بخونند کفایت میکند و فرض ادا میشود. جزاکم الله خیر. والله اشهد ان علی عبد الله. الله اکبر. الله اکبر. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا آقا عباس از مشهد گفتن که تفسیر انوار القرآن را میخونن که گزینه از تفسیر شوکانی و ابن کثیر و وحبت زاهیلی هستش و گفتن که در این تفسیر آیات هم هست که سبب نزول دارد و از آنها روایت های آورده است از چندین شخص مثل زید بن ثابت، ابو هریره. سوالش این بود که آیا اینها صحابه بودن و کلا آیا این تفسیر خوبی است؟ بله، تفسیر انوار القرآن همون گونه که این بیننده من فرمودن برگرفته از تفاسیر
معتبری هست مانند تفسیر ابن کثیر که بهترین جزء بهترین تفسیرها در تفسیر بالمأثور هست که تفسیر به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و همچنین تفسیر شوکانی یا تفسیر معاصری که تفسیر وهبه زهیلی هست و جناب شیخ عبدالرؤوف مخلص این تفسیر رو انوار القرآن را نگاشتن و مجموعاً تفسیر خوبی هست و این گزیده از این سه تفسیر رو در این تفسیر انوار القرآن جمع کردن. اما سوال ایشون درباره سبب نزول هست. سبب نزول میتونه که هم صحیح باشه و هم صحیح نباشه. سبب نزول این هست که یک اتفاقی در واقع افتاده باشه و به خاطر اون اتفاق و به تایید اون اتفاق در واقع یک آیه از جانب قرآن در واقع از الله متعال آیه نازل شده باشه. این میگه سبب نزول فلان آیه هست که این به خاطر فلان جریان این در واقع آیه نازل شده باشه. اما در مورد این که ایشون سوالشون این بود که آیا یعنی ابو هریره هست و نمیدونم عبادة ابن صامت هست، حضرت انس هست، سوالشون این بود که اینها جز اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن؟ بله، در این شکی نیست که اینها ابو هریره و انس و عبادة ابن صامت و دیگر کسانی که شما نام بردید اینها جز اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. منتها روایاتی رو که ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم یک اصلی اهل سنت و الجماعت دارن. اگر این روایت صحیح بود یعنی با سند صحیح به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، این در واقع صحیح است. یعنی هر قولی رو که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت بدهند اون صحیح است. این جزء احادیث مرفوع است. حدیث مرفوع یعنی حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل در واقع شده باشه. یعنی این که بقیه افراد سند را ما در مورد عدالتشون بحث و جستجو میکنیم که آیا این فردی که این حرف را زده این حدیث رو نقل کرده آیا عادل هست یا عادل نیست. وقتی که به صحابی رسید و مطمئن شدیم که صحابی فرموده که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین و چنان فرمودن، مطمئن هستیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم همشون عادل هستند و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی رو افترا نمیبندند. جزاکم الله خیر. بیان بعدی از کرج گفتن اگر به کسی ماشین بزنه و زخمی بشه و بخواد دیه بگیره آیا این پول براش حلاله یا حرام؟ بله، از نظر شرعی کسی رو که بر کسی دیگر تعدی کرده، چه به صورت عمد باشد یا خطا باشد، و اون دیه‌ای رو که در شریعت اسلامی مقرر کرده، چه دیه نقص عضو باشه یا به خاطر جراحتی باشه که تمام اینها در شریعت اسلامی و در فقه اسلامی کاملا تعریف شده، حتی انواع جرح‌ها و زخم‌ها تعریف شده و عمقشون در نظر گرفته شده و برای هر یکی از این موارد یک دیه خاصی در نظر گرفته شده، یا اینکه دیه نفس باشه و تمام اینها گرفتنشون از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و جایز هست و هیچ گونه گناهی هم به فرد نمیرسد. هیچ گونه گناهی هم به فرد نمیرسد. حکم شرعی و قانونیش هست اگر کسی رو ماشینی زد یا کسی بهش حمله کرد و مورد ضرب و شتمش قرار داد و دادگاه حکم کرد که دیه‌ای لازم بشود بر اون کسی که در واقع خاطی هست، هیچ گونه اشکالی نداره. شما میتونید دیه رو دریافت بکنید. فرقی نداره که این دیه رو خود اون فرد از جیب خودش پرداخت بکند یا اینکه قراردادی با یک شرکت بیمه داشته، یک بیمه یا فرد ثالثی از طرف اون در واقع دیه رو بپردازد. در هر دو صورت برای شما جایز هست که دیه رو بگیرید و هیچ گونه اشکال شرعی در این وجود ندارد. جزاکم الله خیر. گذاشتن اسم یکی از سوره های قرآن بر دختر و همچنین اسم فرشته بر روی دختر درست است یا نه؟ اسم سوره و فرشته ایشون فرمودند که کلمه سوره و کلمه فرشته رو به عنوان اسم بر دختر در واقع انتخاب بکنن. از نظر اصلی و اساسی یکی از حقوقی که طفل و نوزاد برگردن پدر و مادر دارن این است که یک نام مناسبی رو بر فرزند خودشون در واقع پدر و مادر باید بگذارن. این جزء حقوق بچه هست. این گونه نباشد که فردا بچه در جامعه وقتی که میرود به خاطر اسمش بچهای دیگر اون رو مسخره بکنن چون که نامش در واقع معنی بدی را داشته باشه. بدین خاطر در واقع انسان باید سعی بکنه که حتما قبل از این که اسمی رو بگذارد باید سعی بکند بپرسد این اسم از نظر شرعی معنیش چی هست. والا اینکه مثلا کلمه فارسی باشه یا لاتینی یا هر زبان دیگری باشه، انسان قبل از این که اسم رو انتخاب بکند باید معنی اون اسم رو در نظر بگیرد. این کلمه سوره به معنی در واقع
واقع مجموعه چندین آیات هست، یعنی چندین آیات را بهش میگن که سوره یعنی مجموعه چندین آیات و خود کلمه سور به معنی حفاظ هست، به معنی حصاری که در یک جای در واقع کشیده میشه میگن که سور هست و این نام مناسبی نیست به عنوان یک نامی که بر کسی گذاشته بشه، معنی خاصی رو در واقع نداره و نام مناسبی نیست که نام یک دختر رو در واقع بگذارند سوره. و فرشته باز هم اشکال شرعی نداره که این اسم کلمه فرشته رو این کلمه رو به عنوان یک نام برای یک دختر بگذارند اشکال شرعی نداره و معنی بدی رو هم در واقع نداره. اما سوره به عنوان یک نام تا حالا من نشنیدم، این مخصوص یک اصطلاح شرعی هست به معنی مجموعه چندین آیات. یعنی اگر شما به جای سوره اسم دخترتون را خود بگذارید مثلا چند آیه یا مثلا مجموعه آیات، خب این نامی قرار نمیگیره. معنی کلمه سوره در واقع این هست و نام مناسبی به عنوان یک نام برای دختران نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی که خاری بودن گفتن که بچه شیرخوار داشتن و بهش شیر میدادن در ماه رمضان و به خاطر همین هم چند روز را روزه خوردن. آیا الان باید روزه بگیرن و آیا کفاری بر او هست یا نه؟ در ماه مبارک رمضان اگر ایشون به خاطر اینکه بچه شیرخواری رو داشتن و شیر میدادن اگر نتوانستن روزه بگیرند دیگه معنیش این است که الان هم نمیتونه، یعنی با گذشته چند روز در واقع مشکلشون حل نشده باز هم نمیتونه روزه بگیره. اما حکم شرعیش این است کسی که به خاطر اینکه بچه شیرخواری داشته و نمیتوانست روزه بگیرد، به خاطر بچهش اگر روزه میگرفت شیر نداشت و بچه هم غذای مکملی رو نداشت که استفاده بکنه، از نظر شرعی اجازه هست میتواند که روزه نگیرد، منتها بعدها باید روزه بگیرد. یعنی بعد از چند ماهی که مثلا بچه میتواند غذا بخورد، این شما باید غذای روزه هایی رو که نگرفتید اون روزه ها رو روزه بگیرید. حکم شرعی در مورد شما کفاره نیست، فدیه لازم نیست. حکم اصلیش برای شما این است که روزه هایی رو که به خاطر اینکه بچه شیرخوار داشتید روزه نگرفتید صبر بکنید تا زمانی که بچه‌تون بتونه غذا بخوره و بعد از آن شما این روزه هایی رو که روزه نگرفتید دوباره غذا بیاورید. جزاکم الله خیر. آقا میلاد گفتن که شیوه خواندن نماز عید فطر و قربان به چه صورت است؟ نماز عید فطر و قربان هر دوتا یک شیوه دارن. بنابر مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت این 2 رکعت هست. در 2 رکعتش هیچ گونه اختلاف وجود نداره، فقط در مورد تکبیرات زواید در واقع اختلاف وجود داره در میان فقها. تکبیراتی که اضافه گفته میشن 2 رکعت هست، دقیقاً مثل 2 رکعت نماز جمعه، 2 رکعت نماز صبح که در واقع 2 رکعت هست و با صدای بلند قرائت خونده میشوند، به استثنای تکبیر زوایدی که در نماز عید وجود دارد. یعنی قبل از شروع قرائت در هر 2 رکعت قبل از شروع قرائت تکبیر گفته می شود. در رکعت اول 6 تکبیر گفته می شود و بعد از آن امام شروع می کند به قرائت سوره فاتحه و بعد از آن سوره رو می خواند و در رکعت دوم بعد از این که از سجده بلند شد و قبل از این که قرائت را شروع بکند در واقع 5 تکبیر دیگر می گوید و بعد از آن قرائت را شروع می کند. این کیفیت نماز عید هست در مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیان گفتن که زکات عید فطر برای ما که 3 نفر هستیم چقدر میشه؟ صدقه فطر همون گونه که از اسمش مشخص است به مناسبت عید فطر هست که در اون زمان باید داده بشه و خودش یک صدقه هست، یک زمان مشخصی رو داره و تا یک مقطع زمانی شما باید اینو پرداخت بکنید. اگر بعد از این پرداخت تا اون زمان پرداختش نکردید دیگه از عهده شما ساقط هست یا به عنوان صدقه فطر از شما پذیرفته نمی شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات فطر را، صدقه فطر را به عنوان در واقع کفاره کوتاهی هایی که در روزه انسان انجام داده یا به عنوان یک دیگر از فلسفه هایش به عنوان همدردی فقرا و مساکین بوده تا اینکه در روز عید هم در واقع خوشحال باشند. طعمة للمساکین، غذایی باشه برای فقرا و مساکینی که در روز عید در واقع غذایی را ندارند. این در واقع فلسفه وجوب صدقه فطر هست و این صدقه فطر واجب می شود با رؤیت هلال عید. هلال عید رو، هلال شوال رو وقتی که دیدن صدقه فطر لازم هست و وقت دادنش از اون زمان هست تا قبل از نماز عید
و قبل از این اگر پرداخت بکنن بنابر روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه عملیشون جایز هست که قبل از روز 29 در واقع یا 30 رمضان یا رؤیت هلال شوال قبل از این اگر پرداخت کردن باز اشکال شرعی نداره و جایز هست. منتها نهایت وقتش این آخرین وقتی که شما باید صدقه فطر را بدهید قبل از خواندن نماز عید هست. بعد از این که نماز عید خوانده شد دیگه صدقه فطری بر کسی لازم نیست. اگر کسی داده به عنوان صدقه فطر از اون قبول می شود و اگر بعد از نماز عید الان مثلا بخواد بدهد یک نوع صدقه معمولی هست. صدقه فطر از شما پذیرفته نمی شود و بر شما لازم هم نیست که صدقه فطر بدهید. کسانی که صدقه فطر تا حالا ندادند تا زمانی که نماز عید خونده شده اگر قبل از عید صدقه فطر ندادند بعد از عید برگردن اونها صدقه فطر لازم نیست و اگر هم بدهند صدقه فطر محسوب نمی شود. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیانه گفتن که مادر بزرگشان با روسری و پوشش کامل می رود بیرون اما چادر نمی پوشد. آیا نظر شرعی اشکال دارد یا نه؟ نه اشکال نداره. وقتی که خصوصا که انسان وقتی که به سنش بالا باشه ایشون گفتن مادر بزرگشون هست اونم حجاب شرعی رو رعایت کرده یعنی با روسری میرن با سر برهنه بیرون نمیرن هیچ گونه اشکال شرعی نداره. لازم نیست که حتما بالاجبار همراه با روسری چادر هم سر بکنن. وقتی که مانتو دارند و روسری هم سر کردند موهاشون و سرشون پوشیده هست اشکال شرعی نداره و گناهی برگردنیشون نیست و خصوصا که برای زنهای پیر در واقع در مورد حجاب یک مقداری در واقع آسانتر گرفته شده تا نسبت به زنهای جوان. درست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیانه گفتم بر چه چیزهایی جایز است که سجده بکنیم؟ به صورت کلی عبادت غیر الله حرام هست. یعنی تمامی مواردی که ما به عنوان عبادت انجام میدهیم تمامی مواردی که به عنوان تقرب به الله متعال انجام میدهیم اینها مخصوص الله متعال هست و برای کسی اینها رو نباید انجام بدهیم. من جمله عبادات سجده هست. سجده کردن در نماز هم یک نوع عبادت هست و یکی از ارکان نماز هست و در غیر نماز هم یک نوع عبادت هست مانند عبادت سجده تلاوت یا سجده شکر که در واقع مشروع هست. سجده کردن نشانه تعظیم هست. عالی ترین و بالاترین درجه تعظیم و فروتنی هست و یک نوع عبادت شمرده می شود و انجام دادنش برای غیر الله به هیچ عنوان جایز نیست. نه برای پدر نه برای مادر نه برای حیوان نه برای موارد دیگر. برای هیچ چیزی از مخلوقات الله متعال به صورت کلی و مطلقاً سجده کردن جایز نیست. فقط و فقط سجده برای الله متعال هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اگر قرار بود من به کسی اجازه بدهم که سجده بکند یعنی این که اجازه نیست سجده کردن جایز نیست میگفتند که دستور میدادند که زنها شوهرهای خودشون رو سجده بکنند. اما این سجده چه سجده عبادت باشه چه تعظیم محض باشه یا سرخم کردن محض باشه این برای غیر الله جایز نیست. رکوع کردن این حالت رکوعی که ما در نماز داریم یا سجده کردنی که در نماز داریم این حالت را برای هیچ کسی انجام دادنش جایز نیست و این مخصوص الله متعال هست و انجام سجده برای غیر الله شرک محسوب می شود زیرا که یک نوع عبادت هست و عبادت خاص الله متعال هست. خیر. ازش فکر کنم سوال بینندم در مورد وقت نماز است که بر فرش و بر سنگ و بر این امور یعنی سر گذاشتن بر این چیزا در هنگام نماز سجده کردن جایز است. به صورت کلی سجده کردن یعنی گذاشتن سر بر روی زمین یعنی فرق نمیکنه که شما بر روی فرشی باشید که دارید نماز میخونید یا بر روی مصلا هستید یا بر روی زمین خالی هستید. به هر صورت در هر جایی که هستید سر رو شما بر زمین بگذارید چی اون زمین خالی باشه خاک باشه سنگ باشه یا فرشی باشه در خونه هستید یا مصلا و جا نماز باشه هر کجا که باشید سجده کردن از نظر شرعی جایز هست و هیچ اختصاصی رو نداره. لازم نیست که حتما زیر سر انسان در واقع خاک باشه یا موارد دیگر. هر چیزی که هست جایز هست. شما اگر بر روی خاک ایستادید در دشت و بیابان هستید جایز هست بر روی خاک. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند جعل الارض لی مسجدا و طهورا. هر جای زمین برای من مسجد هست محل نماز هست و برای من پاکه یعنی من اجازه دارم بر روی زمین در واقع نماز بخونم هر جای زمین که باشم. اما معنیش این نیست که حتما انسان باید روی خاک سجده بکنه زیرا که ثابت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و اهل بیت و ائمه هم بر خاک سجده می‌کردند و هم بر غیر خاک بر روی حصیر بر روی
سجاده یا خمره که تعبیر در بعضی از روایت هست، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده میکنند. در هر جایی که شما هستید و در هر موقعیتی که هستید شما سر را بر زمین بگذارید، این معنی سجده هست و در اونجا نماز خوندن برای شما جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن طبق حدیثی که وجود داره آیا میشه به جای 5 وقت نماز 5 گانه در 3 موقع نماز رو بخونیم؟ البته گفتن طبق حدیثی که از عباس هم روایت شده است. به صورت کلی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه رو که بگذاریم به جای خودش 10 سال کامل رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره بودند و در هر 10 سالش در واقع 5 وقتیشون نماز میخوندن. در هر روز 5 وقتیشون نماز میخوندن و این 5 وقت رو 5 نماز رو در 5 وقت متفاوت میخوندند. در 5 وقت متفاوت میخوندند و به عنوان نمازهای 5 گانه هست. 5 نماز در 5 وقت متفاوت رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول عمر خودشون میخوندن. در این زمینه استثناءاتی وارد شده. در این زمینه استثناءاتی وارد شده از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی از این استثناءات در حالت سفر هست. در حالت سفر انسان مسلمان میتواند که به جای 5 وقت نماز 3 وقت نماز بخواند، یعنی 5 نماز را در 3 وقت بخواند. این جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی در این وجود ندارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر تبوک و در سفر که به عنوان حج داشتند و در سفرهای خودشون معمولا جمع بین صلاتین میکردن. یعنی جایز است که انسان مسلمان نماز ظهر و عصر رو در یک وقت بخواند و نماز مغرب و عشا رو در یک وقت و نماز فجر رو در یک وقت، این مجموع در 3 وقت نماز بخواند و این به صورت متواتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. در این هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. غیر از این در اوقاتی که انسان عذر داشته باشد باز هم جایز هست. در اوقاتی که انسان عذر داشته باشد، به طور مثال یک فردی بیمار هست، یک فردی در واقع بیمار هست و نمیتواند وضو بگیرد، برایش مشکل هست و میتواند که جمع بخواند نمازها را، یعنی سر وقت بخواند برایش مشکل هست، هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره، میتواند که نمازها را جمع بکند، یعنی ظهر و عصر رو با هم و مغرب و عشا رو با هم جمع بکند و در یک وقت بخواند. این جمع تأخیر هم میتونه باشه، یعنی نماز ظهر رو تأخیر بکند تا وقت نماز عصر، هر دو تا رو در نماز وقت عصر بخواند یا هر دو تا رو در وقت نماز ظهر بخواند. هر دو تاش از نظر شرعی در واقع جایز هست. اما در مورد حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما که در صحیح مسلم اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه جمع کردند بدون خوف مطر و بدون در واقع سفر. در مدینه بودند بدون اینکه بارانی باشه یا سفری باشه، رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع کردند. معنیش این است که در مورد سفر خب که همه شنیدند که رسول الله در سفر در واقع جمع می‌کردند. به خاطر مطر و باران هم جایز هست که انسان جمع بکنه، یعنی باران شدیدی هست شما نمیتونید که به نماز بیاید، وقت نماز مغرب هست، اگه باران شدیدی در گرفته و رعد و برق هست شما نمیتونید برگردید به خونه دوباره به نماز عشا مثلا بیاید، جایز هست که مغرب عشا رو با هم در واقع جمع بکنند. این جمهور فقها نظرشون این هست. اما در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر خود توضیحی که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه داشتند این هست که رسول الله اجازه دادن در صورتی که مشقت از یک از پرسیدن از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما که چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام دادن، فرمودن به خاطر این که امتش در مشقت نیفتند. یعنی اگر در موردی بود که شما در مشقت میافتادید برای شما جایز هست، به خاطر بیماری بود، به خاطر سفر بود، به خاطر گرفتاری دیگری بود، برای شما جایز هست که شما جمع بخوانید. اما به صورت عمومی و به صورت یک عمل همیشگی این از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست، نه از رسول الله و نه صحابه. به عنوان استثناء و در مواقع اضطراری جایز است، در وقت باران باشه، در سفر باشه، در وقت بیماری باشه یا گرفتاری باشه، خوف دشمن باشه، شما میتونید که نماز را جمع بخونید. اما به صورت کلی حکم اصلی الله متعال و سنت رسول الله این بوده که 5 وقت نماز را 5 وقت میخوندند. درست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده که قبلا هم مثل همون تقریبا گذشت گفتن که من همیشه قبل از خواندن سوره فاتحه یا سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم میگویم، اما وقت سوره بعدی که خوانده می شود با اون بسم الله الرحمن الرحیم نمیگویم. آیا اشکال داره؟
اشکالی رو نداره. عرض کردم که بسم الله الرحمن الرحیم اگر کسی در ابتدای نماز هم ولو اینکه عمدن ترکش بکند اشکالی در نماز به وجود نمیاد، اما اولاتر و کاملتر این است که انسان تمامی آداب و سنن نماز رو در واقع مراعات بکند. در ابتدای قرائت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم قبل از سوره فاتحه بخواند و بعد از سوره فاتحه اگر یک سوره جداگانه میخواند، یک سوره کوتاه میخواند، اولاتر و بهتر و مستحب است که بسم الله الرحمن الرحیم را هم بخواند، با صدای آهسته بسم الله الرحمن الرحیم را بخواند. و اگر از وسط سوره شروع میکند یا فقط چند آیه را از یک سوره میخواند لازم نیست که بسم الله الرحمن الرحیم بگوید. اما در هر صورت اگر در هیچ حالی بسم الله الرحمن الرحیم نخوند بعد از سوره فاتحه مستقیما سوره دیگری را شروع کرد، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود ندارد و خللی در نماز هم به وجود نمیاد. اما اولاتر و بهترین است که بسم الله الرحمن الرحیم را بعد از فاتحه در صورتی که یک سوره کوچک را میخونید بسم الله الرحمن الرحیم را هم بخونید. جزاکم الله خیر. و در هنگام خواندن نماز آیا باید ترتیب سوره ها مراعات شود یا نه؟ در مورد ترتیب سوره ها یه به صورت کلی مسئله تنکیس که در اصطلاح فقها هست، یعنی برعکس خوندن قرآن کریم، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ این چندی صورت در اینجا محتمل هست. یکی برعکس خوندن حروف باشه، برعکس خواندن حروف، یعنی در یک کلمه شما به جای اینکه از اول شروع بکنید از آخر کلمه شروع بکنید و برگردید به اول کلمه، یا اینکه در یک آیه رو یا کلمات رو شما مثلا اول کلمه بعدی رو بگید بعد بیاید به کلمه دومی برسید. این تنکیس یعنی برعکس خوندن در حروف یک کلمه باشه یا در مجموعه چند کلمه باشه. فرض کنیم یک آیه هست شما از آخر آیه شروع بکنید بیاید به اول آیه برسید، یا این که در واقع در یک سوره شما از آیه آخر شروع بکنید تا آیات اول برسید. این سه صورتش حرام هستند. این سه صورتش به اتفاق حرام هستند و جایز نیستند. چه حروف یک کلمه رو و خود چندین کلماتی رو که در یک آیه وجود دارند و آیاتی رو که در یک سوره وجود دارند، اینها رو باید به همون ترتیبی که در واقع هستند شما باید به همون ترتیب بخونید، زیرا که بنابر قول راجح هم یعنی حتی ترتیب آیات توقیفی هست. ترتیب آیات در قرآن کریم و در هر سوره به صورت جداگانه اینها توقیفی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آیه نازل میشد میفرمودند که این آیه را در فلان سوره بین فلان آیه و فلان آیه قرار بدهید. یعنی این که ترتیب آیات در سوره های قرآن کریم توقیفی است، کار رسول الله صلی الله علیه و سلم است و بر اساس وحی است. این هر سه موردش عرض کردم که حرامه. اما ترتیب در سوره ها بر اساسی که در مصحف اومده در قرآن در واقع ثبت شده، آیا لازم هست که 100% ما این ترتیب رو مراعات بکنیم؟ یعنی در رکعت اول آیه از اول بخونیم، در رکعت بعدی آیه رو مثلا از بعدترش بخونیم، آیا این لازم هست یا لازم نیست؟ گرچه این اولاتر و بهتر همین هست. اولاتر و بهتر این هست که ما ابتدا در رکعت اول سوره ای رو که در ترتیب قرآن کریم اول قرار داره اول اینو بخونیم، بعد در رکعت دومی سوره ای رو بعد از این یا آیاتی رو از سوره ای که بعد از این آیه اومده در اون چیزی که در رکعت اول اومدیم در واقع این رو بخونیم. این اولاتر و بهتر هست مراعات کردنش. اما اگر کسی مراعات نکرد، از روی سهو باشه یا حتی از روی عمد باشه، باز هم اشکالی در نماز به وجود نمیاد، زیرا که ترتیب سوره های قرآن بنابر قول راجح توقیفی نیست. یعنی این ترتیبی که در میان سوره های قرآن هست این ترتیب رو صحابه قرار دادن، ترتیب از منبعش وحی نیست و ما ملزم نیستیم که حتما به این ترتیب قرآن رو در واقع تلاوت بکنیم. و در این زمینه دلایلی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم، به طور مثال روایت حضرت حذیفه هست در صحیح مسلم هست که میگه یک شبی با رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خوندم، یعنی نماز قیام رو با رسول الله خوندن و رسول الله یعنی سوره بقره رو شروع کردن. وقتی سوره بقره رو شروع کردن میخوندن، من حذیفه میگه من فکر کردم که 100 آیه میخونه بعد سجده میکنه، دیدم که از 100 آیه رد شدن رسول الله. گفتن حتما سوره رو تمام میکنه بعد سجده میکنه. دیدم سوره بقره رو تمام کرد و بعد از سوره بقره سوره آل عمران سوره نساء رو شروع کرد.
یعنی سوره بقره رو خوند و بعد از سوره بقره سوره نساء رو خوند. گفتم خب حتما این سوره رو میخونه بعد سجده میکنه میره به رکوع. دیدم نه، سوره نساء رو هم خوند و در آخرش دوباره سوره آل عمران رو شروع کرد. این خلاف ترتیب است. اول سوره بقره رو خوندن، بعد سوره نساء رو خوندن، بعد آل عمران رو خوندن و این برخلاف اون چیزی هست که امروزه در مصحف وجود داره و این دلیل بر جواز هست، یعنی به خلاف ترتیب خوندنش هم جایز هست. و روایت دیگری که در صحیح بخاری به صورت معلقاً اومده و در سنن ترمذی اومده، روایت انس هست که یک امام مسجد قبا هر رکعتی رو که میخوندند در هر رکعت قبل از این که ضم سوره بکنند اول سوره قل هو الله رو میخوندند، بعدش یک سوره دیگر رو اضافه میکردند. یعنی در هر رکعتی که به مردم نماز میدادند اول سوره قل هو الله رو میخوندند و بعدش یک سوره دیگری رو میخوندند. و وقتی رفتن به رسول الله صلی الله علیه و سلم این مسئله رو مطرح کردند، رسول الله سوال کردند که چرا این کار رو میکنی؟ گفت من سوره قل هو الله رو دوست دارم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم تأییدش کرد، یعنی نگفت که نمازتون باطل هست، این کار رو انجام در واقع نده. پس بنابراین اگر کسی ترتیب سوره ها رو مراعات نکرد هیچ گونه اشکالی وجود نداره، اما بهتر است که این ترتیب مصحف که وجود داره اینو مراعات بکنن، این اولاتر و بهتر هست. اگر خلاف این رو انجام داد هیچ گونه اشکالی باز هم نداره. جزاکم الله خیر. کمتر یه دقیقه تا پایین برنامه مونده و آقا محمد از اروپا سوال کردن، گفتن که خانمشان سقط کرده و 2 ماه از این قضیه رد شده ولی هنوز خونریزی دارد، آیا میتونن نماز بخواند یا نه؟ بله، وقتی که 2 ماه گذشته ایشون خانمشون باید غسل بکنه و در واقع نماز بخونه. نماز برایشون فرض هست و این استحاضه هست، یعنی خونریزی بعد از 40 روز، یعنی بعد از اینکه 40 روزشون تمام شده بود از نظر شرعی، ولی اینکه خونریزی بعد نشده بود ایشون باید غسل میکردن. هم بستری جایز هست و همین که نماز برایشون فرض هست، باید که نمازشون رو بخونن. الان که 2 ماه گذشته به طریق اولا، یعنی ولی اینکه خونریزی هست ایشون غسل بکنن، نماز بخونن و هم بستری هم جایز هست. درست. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك